زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد. روز سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. بعد بیا پخت‌وپز می‌تونیم. چی نام؟ تات و پیاز می‌ت. پیچین. اکبر 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه‌خانه به خاطر آموختن تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید. وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند. این قهوه‌خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است. ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیز که با آشپزی شوق دارند در یک هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آیندهشان تصمیم نگرفتند ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است. میزبان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازتنامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد. از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل می‌کند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازتنامه رسمی همه ساکنان می‌توانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند. اکثراً برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می‌دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند. در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه‌خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه‌های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می‌کند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزشی اینکلوزیوی.